احمد وقتی که حافظت به جایش آید باز مرا دوست می داشته باشی یا اینکه همه‌اش را فهمیده مرا فراموش کرده به نزد زهرو می روی؟ احمد ها؟ حیف بر تو. احمد گفته مرا با کلتکی لس شناس می کرده ای ها؟ آدمی پست میلیس را هم گرفته است. من میکشم تو را آدمی پست. احمد من هم تو رو دوست می دارم. زیا باز تو این را چه خیلی به من روا دیدی زیا؟ تو خودت کی هستی؟ تو چی؟ تو اینقدر دختری پس بوده ای؟ ایست مرا بین. دختری که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند فهمم. دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی؟ تو کی هستی؟ کی؟ چیکار کردین؟ احمد ترگوت تا مردهش را نبینم من به هیچ کجا نمیروم. مایل شکر بچه ها را بگذارم اینجا انتظار میشم. حالا که پلیس آمده است از اینجا رویم. زهرا و میلیس را گرفته به خانه برید. مایل شکر. شما دخترها را گیرید. شما از پس کجا شدی؟ مرا تنها نگذار احمد. رهایم کنید.
سلین او جیگرم التماس مرا ببخش. همه شاید پشت کلت کلاس شد، نباشد من سری وقت با اونجا می اومدم. خطا کردم. برادر چی گپ است در اینجا؟ جنایت کردن، جنایت. چه خیلی جنایت؟ صاحب این ماشین را پراندن. برادر آدمی را که پراندن با چشمان خودت دیدی؟ سامی زورو کمی پیش به من گفت که اکاد زنده است. میلیس از ما چیزی رو پنهان کرده استاده است. نه گوش کن بیتول جون، زهرو خیالی شده است، اهمیت نده تو. نه این خیلی نیست. در حقیقت میلیس مثلی که از ما چیزی رو پنهان دارد. یعنی میلیس هم وقت آخر خوب نیست، عقلش در جایش نیست. والله که سامی یعنی هر دویشون خوب نیستن. من تاکسی جیغ زنم رویم بخدا. کنی جیغ زن دیر شد. احمد هم اومدنی بودو. موافق خلاصه دکتر میتوانی کار را آغاز کنی. اونال سلاح و شهادت نامه را گیر، اما از این پس با دقت باش. از پس مرده ها نه، از پس زنده ها باش. تو را در زیر نظارت هم میگیرم. شبه نکنید رفیق سردار. یعنی مسئله کلتکیلس رو من به آخر رسوندم. کلتکیلس برای من مرده است. باور کنید اگر از قبرش خسته آمده از این در درایت نگاهش نمیکنم. اونا چی ها میگویی؟ آدم مرده چقدر از قبرش خسته میآید؟ مثال آوردم رفیق سردار، مثال. دیگر مثال نیار، احتیاط کن. تمام سردارم. کلتکیلس اکنون همچون مثال مرده است. با اجازه شما. مرا گوش کن سقراط. اگر با من دروغ گویی تو را با کفگیر میزنم، با کفگیر میکشم. چه دروغ کنان؟ رسم ها را دیده ایستاده ای. کلتکیلس زنده است. انتقام کی را بگیری تو؟ ترجمه است. سردار کلتکیلس را پرانده به بحر پرتافتند. بابا چی کار کردید شما؟ چرا پراندید او را؟ چرا؟ نخواستم به تو ضرر رساند، طاقت نمی کردم. اما بابا او را کشتید. چرا کشتید او را؟ بره دارم. خودم میروم.
قاتل هستید. با پلیس خبر میدیم. قاتل. با تو کارمان دوام دارد. احمد گفتنی کلتکیلس بوده؟ بد اخلاق. رهایم کنید. برو برده در اتاقش محکم کنید. تلفنش را گیرید. با کسی گپ نزند. برید. شما قاتل هستید. با همش جواب خواهید داد. تربوت. قاتل. نبیره هایم پایشان را از خانه به بیرون نگذارند. مایلا شکر. اوه این دیگر گپ کلتکیلس هم نیست. اکنون از پی کاربارمون میشویم. لبای سردارم کلتکیلس رو در نزد سویل پراندم. تو چه ها میگویی؟ کدام کلتکیلس؟ ای پسر تو حال هم از پشت ارواح هستی؟ مرا گوش کن. از پشت این خیالات بافته از سیلینت هم موندی. سردارم چقدر خیالات، این سردسر درست است. پسرم من شفا یافتم. باز این بیماری به تو گذشت. لوین بین از امروز پس من از دکتر میروی. داروهایی که دکتر به من نوشتن لوین من شفا یافتم. عجایب دارو هستند. حتما بگیر. سردارم چقدر دکتر چقدر داروها به خود داره. کلتکیلس رو در نزد سویل پراندم. با چشمان خودم دیدم. ای رف گوشم تو چی داری بیا؟ با کارم نبرگشتم. گوش کنید من تفتیشات را آغاز کردم. معلوماتی که من در جای حادثه از شاهدان گرفتم با کلتکیلس 100% موافق است. بعداً ماشینی سرخی که کلتکیلس میران در نزد ساحل پیدا کرد. یعنی در جای حادثه. جستجوی ماشین را آغاز کردیم. شما هر چی زودتر بیایید. زود باشید زود. ای تلفن رو کش. دیوانه است. لوین. احمد اکرم آدم‌های در بیرون بوده کی هستند؟ چیزی نیست. روید پسرم. شما به اتاقتان گذاشته خوب استراحت کنید. زود باشید. عمیق چیزی نیست. یعنی وقتهای آخر عصبهایتون آرام نیست. کسی عذر نمیدید شما رو. گفتم که چیزی نیست. سمی تو را دوست می‌دارم. بسیار دوست می‌دارم. به کارهایی که به تو دخل ندارم بینیت را نخرام. سوال بسیار هم نده. روید جانم. دم گیرید. کنی روید زودتر باشید. این خیلی باشد. شبتون خوش. شبی خوش. اکا من باز میپرسم در این خونه چی گپ است؟ یعنی خیلی شد اینجا زندگی دارم حالا هم نمیفهمم. گوش کن سینم دوستت میدارم میدونی اما کارهایی که به تو دخل ندارم سوالش رو نپرس. من نپرسیدم تو هم نپرس. بیا رفتیم از اینجا زود باش. منتظرم آخر زودتر. انا در همونجا ببینید همه کسی یک طرف بیسیده که اون آمد. به بچه جبیا جسد کلتکیلس رو پیدا کرده؟ سردار آن رو تا پیدا نکردیم. مال شکر کارتون رو دوام بدید. با دقت باشید. حالا هم کلتکیلس میگوید دیوانه هستی؟ پسرم آدم مرده را چه خیل میپرانند؟ سردارم آرام باشه. جسد کلتکیلس رو کمتر پس از بحر برآورده نشان میدید. ای لوین عقلت رو کمی کار فرما پسرم. آدمی که در زیر خاک است از زیر بر چه خیل میبراید؟ نه پسرم من تو را به نزد همان دکتر پسیخولوگ میبرم. گپا کم که بیا پیش بگذاریم. بیا کلتکیلس آدم با خیال خزندش نکنه. دوام دهید. سردارم چی؟
рафиқон аз баҳр як ҷасад ёфтанд, ҳозир мебароранд. калтакелас сардорам, ман ба шумо гуфтам ки калтакелас аз бар мебарорем. офарин бачаҳо, офарин бачаҳо. чӣ хел мебаромада бошад. کلتاکیلاس در کجاست؟ یا خدایا این از کجا پیدا شد؟ کلتاکیلاس و کدام پرنده است در بر پرتفته است. چی؟ قیچی. وا سقراط بیشرف ها. های ما را آنجا به گپ گرفته، آدمهایش را روان کرده، کلتاکیلاس را پراندند. بیشرف، حساب این را من از اون نمیپرسم مگر؟ ها؟ حتما میپرسیم و این مسئله کمی سرم رو گران کرد. این سقراط قصاب اول رحمتی دامولوزیو رو کشته، بعدا باز زنده کرده، ما رو به گپ گرفته تکرارا کشته به بر پرتاب مگر؟ همینش رو وای نکردم، نفهمیدم سردارم. حالا هم آنجا هستی گوسفند. акаи гӯспанди кар тамоман беақл аст, аз дасташ ягом чӣ намеояд. ман мегӯям ки инро парронда ба ҷаҳаннам равон кунам. шумо чӣ мегӯед? تو چرا دوی مرا میپرانده؟ من یک بار تو رو ما پرانیم؟ تو تفلوزی گردن نگیر. خاموش باشد. گوسفندهای کر، هر دویتان را میپرانم. درو کشاید، کشاید، کشاید. التماس مرا رها کنید. خدا لعنت کند. احمد. یک طرفی است. سردارم قسم میخورم که این کلتاکیلاس نیست. سردارم قسم میخورم که این کلتاکیلاس نیست. گاوی لوین، البته که کلتاکیلاس نیست. سردارم منم میگم که این کلتاکیلاس نیست. برای چی قدر عصبی میشوی؟ شاهدان گفتن که کلتاکیلاس رو 3 تیر پرانه، اما در بدن این آدم یگان 5 تیر نیست. گوشو شبیه اکول ادبه چون کده است. لوینت، مرا عصبی نکن. یک شب پاتی میزنم عینکات از چشمم میپرد. این کلتاکیلاس است مگر؟ مونند است این؟ کنی پایهای تیری گفتند. با دقت باشید، خطاگی نمیخواهم. اینها که باشم. شما اینجا چیکار میکنید؟ شما کی هستید؟ از شما میپرسم کی هستید شما و چیکار میکنید اینجا؟ داد نزن تولین، داد نزن. اینها رو من دعوت کردم، فهمیدی؟ شما دعوت کردید؟ بله. بخشیش نفهمیدم چرا؟ یا خدایا توبه کردم. این آدم ها کی هستن؟ منتظری چی هستن؟ نمیفهمونید مگر؟ نبیره هایم از این خانه یک قدم به بیرون نمیزنند. آن آدم ها را برای همین آنجا گذاشتم. چی؟ اینجا چی گپ است؟ دخترم کجاست؟ ملیس. چی داد میزنی؟ دخترت در اتاقش محکم است. چی؟ محکم است؟ کی محکم کرد؟ من کردم. شما کی هستید که دختری مرا در اتاقش محکم میکنید؟ کی هستید؟ باورم نمیآید. ملیس. داد نزن. از اتاقش بیرون نمیشود. محکم است. خدا جاش جنت گردان. آمین. الله گوبی لوین، با تو چی گویم ها؟ با تو چی گویم پسرم؟ بیا نزد دکتر برام گویم رد میکنی. کنی کلتاکیلاس باز با خبر در آمد. سردارم من کفالت میدیم که بیبی من بندگی کرده است لطفاً، لیکن کلتاکیلاس زنده است 100%. خدا رحمتش کند. پسرم با تو میگویم کلتاکیلاس مرد، نمیفهمی ها؟ رفیق کمیسر، کلتاکیلاس نمرده است، زنده است. بین این رسم را در قبرستان گرفتن. باور نکنی این دیدی کلتاکیلاس زنده است.
چخل نیستم مادام که نباشم چرا از پسم میگردی مرا مسخره میکنی ها تو در سری من تو رو میبینم یا نمیبینم تو نیستی یا در تصوری من هستی کلتکیلاس تو نیستی تو چی ها میگویی کور هستی مگر ها نمیبینی مرا نیستی تو مرا مسخره میکنی ها این همون قبرستون است اما او خیال بود مرا شپاتی زده بود ولی حقیقی نبود آن سردارم با فکرم کلتکیلاس در قبرستون شما را یک شپاتی آودار زده کرد همین زندگی اوه دستش درد نکند نه تمام این بیشرف در حقیقت به من شپاتی زده بود در حقیقت زنده است بله سردارم من همون رو دیدم ای مرا بینید این خیل باشد امشب اینجا کی رو پراندن خدا جان با من صبر بده ای کنعان دیوانه مگر من مجبور هستم که کارهای کریمینالی رو با توی به عقل نخل کنم 100 بار با تو گفتن که بنی قرنت با کارهای ما نخلان فهمیدی؟ وای گپ زدن رو ببینه تو نمیفهمی مگر شما مگر نمیفهمید من امشب به اینجا برای کسی را پراندن گفتن نآمدم اگر 1000 نفر را پرانن من پروایی ندارم بینید برادرم شما از پسی کلتکیلاس هستید من باشم از پسی داملا هستم کلتکیلاسی که شما میگویید برایم داملا زیاد است معنویات او خیلی بلند است گفتید مرده است ما هم برابری او مرده گفتید که زنده است ما باز زنده شدیم باز گفتید که مرد ما باز مردیم همین خیل نیست مگر چی اکا؟ ما نمرده بودیم مگر چی میگه؟ وای اکا حاضر از آب پیدا شد یک مرد آب خورده بود است کو برآورده بود خدا هر کوی شما را سنده لعنت خدا بر شما باد را گردید پیش درآید از پشت شما چه بلاهایی بس هم چشما چی میزنی مرا سردارم من فکر میکنم که این کنعان دیوانه چیزی را از ما پنهان میکنه گپ زنی شبین گپ های پنهانی میزند با فکرم چی سیره را از هر دوی ما پنهان میکنه سیر گفتی؟ بله سیر گفتم تو سیر گفتی مگر؟ سیر گفتم ولی که سیری میخوردگی را نی بله چی شد؟ خاموش لوینت خاموش فکرم را پریشان نکن خاموش است یک لحظه یکون چی گزی داد؟ خاموش لوینت چی باشد؟ سیر را پنهان میکنه این چی سیر باشد؟ خوب شد که این جوشن را پوشیدم که جناب پلیس این سقراط گفتنی آدم از من چی میخواهد نمیدونم اما از پسم است مرا کشتن میخواهد برای همین میترسم راستی گپ رو گویم برایم یگان محافظ میخواهم این خیلی نمیشه جناب احمد باید به امنیت مراجعت کنید جناب پلیس کی مراجعت میکنم یکی رود و در بین راه این آدم مرا پرانه چی میشه متاسفانه از دست من کاری نمیآید خدا میگویم وضعیت بد است یگان جوشن دهید اقلا گفتم که از دست من کاری نمیاد دستشویی در کجا؟ در بالا طرف چپ برای محافظت خود باید کاری کنم میدونستم اکرم آمده میپرانم اوف
برای تازه کردن نوارها به بیمارخانه رفتنم لازم. حیاتم را چون احمد شمشک دوام میدیم. سیر سردارم چی قدر سیر داری؟ به خدا که بیزار کردی. خاموش لوینت، خاموش، فکرم رو پریشان نکن. خاموش میشوم، اما اینجا خنک است. شما هم مثل سگی که استخوان رو گم کرده است این طرف و طرف میروید. پسرم کمی ایست، فکرم رو پریشان نکن. این تیر رو نیفته از اینجا نمیروم، فهما؟ سردارم شما چقدر کسل هستید که من هیچ درد شما رو نفهمیدم. کمتر پیش کارت کلاس میگفته. حاضر باشد با سیر قباب کردید من شما رو نفهمیدم برادر. بیاید من شما رو به بیمارخانه برده یک داروی آرامیسی میدیم، آرام میشه. به خدا مثل دیوانه اون طرف میرود این طرف میرود. راستی که من خونه خوردم. برام اینجا نمار موجوانه. از خونه که میمیریم گفتم. نه پیش از این. گفتم یک داروی آرامیسی تا گذارانم. پیشتر از این. پیشتر بیمارخانه گفتم. بله. بیمارخانه. البته پسرم روی حل این تیر در بیمارخانه رفتم. لوین راه کرد. شما باز دیوانه شدید. قسم میخورم که دیوانه شدید. بسیار گپ نزن. سردارم از برای خودت برای چی قدر تیز میروید؟ کجا سراسیم است؟ به بیمارخانه. وای بیشرف چی خیلی زنده مونده است باید دانم لوین. وقتی که کارتکلا زنده است میگفته چرا به بیمارخانه رفتی؟ از کجا میدونی که نرفتم بیاق؟ البته که رفتم. با طبیبان گپ زدم، ارخیو رو جستجو کردم، چیزی رو ندیدم من. دیگر راهی گریز نداره. بخشش شما با همشیره صحبت کردی؟ همشیره گفتی؟ بیماران رو برای جراحی آماده میکنند که شما با همون همشیره صحبت کردی؟ زیری کاسه نیم کاسه اسلیوین، زیری کاسه نیم کاسه. همه حجتایی که در ارخیو هستن دانه دانه از نظر میگذرانیم، همه را پرس و پاس میکنیم. پسرم من او را در مرگ دیدم، مرده بود. چی خیلی زنده ماندم؟ این سر را میکشویم پسرم، این سر را میکشویم. آفرین سردارم، حلالتون بود به خدا. ببینید شما با یک کلمه سیر به چی چیزها رسیدید؟ همش عیبی من بود. اگر میدونستم برختر سیر میگفتم. احمد شمشکی اینقدر رفتی خنک داشته است. آدم با آدم اینقدر مانند میشده است.
ندارید. کلتکلس اینجا بود. یا خدایا سردارم، من به شما گفتم که کلتکلس نمرده است، زنده است. باور نمیکنید؟ کلتکلس رو کشتند و جسدش رو به بحر پرتافتند. این رو هم باور نمیکنید؟ چی کلتکلس از بحر برآمده به اینجا آمده؟ بله. سردارم گپایتان و گوشایتان میشنود. گفتنیتی کلتکلس همینجا بود. بله لیمن، بله کلتکلس اینجا بوده است. پیش از ما آمده همه حجت ها رو گرفته، نوارها رو تازه کرده است. پس از تریزه گریخته است. خیر دامولوزیا، کی هستی نمیدانم، ولی به من اینقدر ماننده که حیاتی تو به آخر رسید و از من آغاز یافت. زنده می بودی منتداری می کردم اما متاسفم. همه اون طبیبانی که در اون جراحی بودن دیدن میخواهم تعجیلا. امروز روز استراحتی است. چی خیلی استراحت؟ زنگ زنید، لطفا زنگ زنید. این بسیار تعجیلی. چی کار میکنی لیون؟ نظارت دارم. چیزی نیست. تمام آرام باش. آقای اکرم، جسدی کلتکلس را از آب پیدا نکردم. پیدا نکنند. بگذار خوراکی مایه ها شود آن بیشرف. بابا مرا اینجا اسیر گرفته اید مگر؟ یا اینکه میترسید که به پلیس خبر میدیم؟ نگیرم یکتایم. فکر نکردم که برای قتل کسی که زندگیمان را محو کرد تو با پلیس خبر میدهی جانم. من برای تو قاتل شدم. کارهایی که کلتکلس برای ما کرد کم نبودند. باز میلیس را آغوش گرفته به تو خیانت کردنش را دیده طاقت نکردم. دیگر هرگز اجازت نمیدیم که وی آدمی پست تو را برنجاند. اول پدرم رو، بعد دوست داشتم رو کشتید. قاتل ها. همش از پشت تو شد.
میکشم تو رو میکشم تو رو شیطانی خود پرست دستان افلاست رو بگیر. ملیس پس برید او را در اتاقش محکم حالا کنید. تمام نشده است با تو نشان میدیم فهمیدی؟ چیکار میکنید شما؟ ایسته دخترم رو رها کنید. رهایم کنید قاتل ها زورا راو دخترم تو هم به اتاقت رفته استراحت کن. راو دخترم با پلیس خبر میدیم شما قاتلید. ملیس همش را نقل کرد. دوست داشته دخترم رو کشتید. قاتل. ایست نرو. چیکار میکنید؟ مرا نیز در اتاق محکم میکنید. گوش کن خانم، مجبورم نکن که قوتم را نشان دهم. اول صحبت میکنیم، همش را گوش کن، بعد به کجایی که میروی رو. خواهر زیبای من، آدمی که ملیس دوستش میدارم میگوید میدانی کی هست؟ البته میدونم. با اون صحبت کردم. حتی به نامزدی سلن دعوتش کرده بودم. دعوتش کردی؟ بله. خوب آدمی که دعوتش کردی میدانی که کی هست؟ به خدا من هم افتش رو ندیدم. اولین بار گفتم در نامزدی او رو بینم و با همه شناس کردنی بودم. کی رو؟ دوست داشته ملیس احمد. من حالا او رو ندیدم. دوست داشته ملیس احمد رو؟ بله. احمد گفتنی آدم کلتکیلاس است. چی؟ نه، این غیر امکان است. غیر امکان نیست. اکا خود را به دست گیر. خدایا مگر خوب دیده ایستادم؟ خوب نیست جانم، نزد تویم. من نمردم. یا خدایا باورم نمی آید. اکا بسیار یادت کردم. اکا تمام آرام باش. ما فکر میکردیم که وای بیشرف مرده است، اما زنده بوده است. چگونه ای که زهرا را محو کرده بود، ملیس را نیز محو کرد. خانم تولین، من برای ملیس قاتل شدم. اگر خواهی خودی حاضر رفته به پلیس خبر بده. زهرا را محو کرد، ملیس را نیز محو نکند گفته کشتم او را. من چی کاری کرده باشم برای خوبی لبی رهایم کردم. هیچ طاقت تماشای برای بد بردن ملیس را نداشتم. بین خانم تولین، مرا خوب گوش کن. اگر در نزد من باشی تو دارنده عمر به سر میبری. اگر برعکسش را فکر کنی پشتی دستت را میگزی. رفته دخترت را فهمان، بگو از این کارهای بیهوده برگردد. زود باش. یعنی اکا این چه خیلی میشود؟ من حالا نفهمیدم، عقلم نمیگیرد. یعنی او احمد چی میشه گفتنی آدم برای شما اینقدر مونم بوده است؟ به خدا نمیدانم بیتول، از راستی نمیدانم. اما یک چیز میگویم، از این بابت مرا همچون احمد شمشک قبول کن. یعنی باید خودم را افشا نکنم. اگر افشا کنم هیچ پروا نکن اکا جان، بی‌پروا باش. هدایت کردم، از دست دادن نمیخواهم. این کفایه نیست. اگر ما رو یک جای بینن پای میبرن که من احمد شمشک نیستم، کلتکیلاس هستم. برای همین باید بسیار با دقت باشیم. یعنی چی؟ ما یکدیگر رو نمیبینیم؟ این چی خیلی میشود آخر؟ خواهرم این خیلی گپ نیست، حتما وا میخوریم میبینیم. یعنی
کسی باید نداند به تو. دختره که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند فهمه. دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی چی خیلی این کارا با من روا دیدی زیاد. چی خیلی کاشکی تو رو به یاد نمی آوردم. حاضر من به زهرا چی میگویم؟ میلیس رو در آغوشم دید. باز گفتم که دختری که من دوست میدارم کسی او رو دست دراز کرده نمیتونه. چی کار میکنم من؟ 1 سال پیش بود. خوب فکر کن لطفا، این بسیار مهم است. دخترک زیبا نو ترسیده گپ زن. بین هنگام جراحی یا پیش از جراحی چیزی بود که دقتت را به خود جلب کرده باشد. این بسیار مهم است. میگویم با تو خوب فکر کن. با شما پیشتر گفتم که همه چیز مقرری بود. بیماران رو به جراحی آماده کردم و به دستانشون نامهایشان رو بستم. عشقم چه خیل هستی؟ یک چیز رو به تو نقل کنم. گفتم با بیمارخانه 2 بیمار آوردن، از یکدیگر فرقی ندارن. مثل 2 قطره آب حاضر برای جراحی آماده کرده ایستادم. مثل 2 گونیکو هستند. میگویی که در کودکی عوض کرده شدن. آدم این قدر مونم میشده است. در اصل یک چیز شده بود. چی شده بود؟ بیمارانی که برای جراحی آماده میکردم با یکدیگر بسیار مونم بودن. با ما گفتن که یکیش در یک انبار ترکیده است، دیگرش باشد استاد است، از درخت افتیده است. استاد در بالای درخت چی میگفتن؟ تو چینی برآمده است، به فکرم غلطیده است. عقلت همین قدر بی عقل. تو را بسیار یاد کردم زهرا. ببین کی بودیم و کی شدیم. جناب اکرم را ببین. به چشمم نگاه نکرده مرا پران. بسیار خودم را خسته کردم. باید در وقتش گریخته می رفتم. تو دوز دستت بسرم. از عشق چی را می دانی تو؟ چی را؟ لبای الله احمد جانم در کجایی؟ از صبح باز من بدو درس ندار اومدی. گوش کن، اگر امروز تو اومده در ساعت رو نگذاری، مدیر به صاحبی مکتب زنگ زده تو رو از کار پیش میکنم. خدا پناه دهد، زود به مکتب بیا. تمام. اگر از مکتب پیشم کنند احمد شمشک نبودنم معلوم شد. باید روم.
به این زن من تکلیف خانه‌داری نکرده بودم. بسیار شادم، اما زنها را فهمیدن نمی شود. کمی مونده بود که دستگیر شوم. اوه استاد احمد، چه شما؟ چای بیارم؟ شوکت تو دیوانه ای. کدام استاد؟ کدام احمد؟ برادر؟ برادر کیلاس تو هستی؟ من خودم هم دیوانه نشناختی. خواجه میگو که منم ای بی عقلی دیوانه چی میگویی؟ من هستم. برادر از راستی تو هستی؟ تو چه خیل آدمیه برادر؟ من گمان کردم که تو نیستی دیگر. اوف شوکت، من از دستی تو رهایی ندارم مگر؟ مالای ساخته شدم، پیدا شدی، با اینجا آمدم، میبینم در اینجایی. از تو جانم خلاص نمیشود مگر؟ یا خدایا، تو دیوانه رو من باز زیاد کردم. اکرنگ همون سریوی اولی دوملوزیو با قزیق میشیم ده. اینجا بیا سامی؟ سامی تو اینجا چیکار میکنی؟ منتظرم. منتظری؟ همین خیل سفسته نگو. تا آن وقتی که تو تکلیف خانه‌دار شوی مرا قبول نکنی اینجا میشینم بیتول جان. اینجا همین خیل میشینی یعنی؟ بله. این طور باشد بله میگویم. چه خیل بله میگویی؟ یک لحظه، تو حاضر برای چی برای کی بله گفتی نفهمیدم. خانه‌دار شویم گفتی گوسمی قبول میکنم. مسخره میکنی ها؟ من ذوق مسخره کردن دارم مگر سامی؟ یعنی تکلیف خانه‌دار شوی کردم تو باشه قبول کردی. من خوب نفهمیدم، برای همین پرسیده ایستادم. عصبی هم کردی حاضر رد میکنم. رد نکن، التماس رد نکن، خواهش میکنم. صحبت کردیم، مصلحت کردیم، قبول کردی. همین خیلی یک لحظه میدونستم که روز تکلیف خانه‌داری مرا قبول میکنی. انگشترین رو با خودم میگرداندم. نمیشود این خیلی نمیشود. کمتر پیش صحبت کردیم، بله گفتی قبول کردی. این خیلی نمیشود. نه این خیلی باید شود. اول تو مرا از اکرم باید خواستگاری کنی. از اکاد گفتی؟ بله. وای یعنی وای درست گفتی، حق هستی، بسیار درست. معذرت میخوام. کاش اکاد زنده میبودو. تو رو از او میخواستم. همین خیلی؟ بله. کارو بار انا همین خشاب کرد. نمیدونم چه خیل موافق آمد، اما معلوم که تقدیرم بلندی کرد. نامم احمد شمشک. خانه دارم، شناسنامه دارم، یعنی ساخته نیستم. یعنی دیگر از کسی نمیگریزم. کارم آمد کرد. چی ها میگویم؟ چی کنو نقل داری با من؟ احمد شمشک نامی ساخته نیست مگر؟ نیست. چه خیل ساخته دیوانم. من به جای او گذاشتم میگویم. یا خدایا، اینقدر آدم گویا پای نبردن مگر؟ نه، کسی نفهمید. نمیبینی مگر آدم 100% به من مانند است. من فکر میکردم این تو هستی. پدر قطعی و مادر جدا نباشیم با. نمیدانم شوکت، من هم نفهمیدم. دوگانی کدیا که برگردد با تو چیکار میکنی؟ چه خیلی برمیگشته است؟ آدم مرده است. نمیفهمی؟ فو عاقل پدر بوده تو رو برادرم گفتم کارت رو بین، رفتن یه آدم بیگناه رو کشته با جایش گذاشتی. ای شوکت، هیچ تغییر نیافتی. بین همین قدر فهماندم نفهمیدی. سری بی مغزت رو کار فرما. خدای توبه. احمد شمشک مرده است. من باشم در بیمارخانه به جای او گذاشتم. نفهمیدی تو کلاورم. من احمد شمشک، فهمو؟ دمت رو گرفته هر جا نلم. به نزدم کی آمدی؟ بدون که احمد شمشک هستم بعد بیا، فهمو؟ انی خمو آدم نکشته اوخی؟
اوف شبکته من باید به درس روم گپای گفتگیم رو کمی فکر کن از گفته های این سرم درد کرد سرم تاب خورده ایستاده است ای خوب که برادرم زنده استی با جراحی دو بیمار میدروید یکی کلتا کلاس دیگر استاد با یک دیگر بسیار مانند هستند کلتا کلاس رو میکشند اما زنده است استاد چی؟ نفهمیدم ای به شرفی کلتا کلاس سردارمه از دست کلتکلسی خزنده بیناموس من خانم سلین خود را پیدا نکردم در خانه هم نبود یعنی او انیق مرا ترک کرده رفته است به همه این کلتکلسی بیناموسی اخمق گناهگار است خود را به جای استاد گذاشته است سردارم مرا شما گوش نمیکنید سلین رفته است میگویم تو چی ها میگویی دیوانه با تو میگویم خود را به جای استاد گذاشته من است باشم سلین گفته ایستادم دیوانه چی؟ لوین کلتا کلاس رو در کجا دیدی؟ همه‌اش را دانه دانه به من نقل کن همه‌اش را نقل کرده من به ملاقات میرم با کی؟ با جناب احمد جناب احمدش کیست؟ من به تو گفته بودم که احمد شمشیر استاد دین و اخلاق است پیش از فوتی هم باید با او میخوردم احمد شمشیر گفتی؟ بله این همان است آدمی که سقراط دستگیر کرده بود در روز فوتی هم با سلیم باید با او میخوردم لیکن از پشت کلتا کلاسی بیچاره با او خورده نتوانستم اکنون رفتم با او میخورم سقراط احمد شمشیر رو دستگیر کرده بود؟ بله به شما نقل کرده بودم که وقتی خودخوری گفته بودم که یا خدایا سردارم باز دیوانه شد او با کجا رفت؟ اوف مانده شده سلام استاد امروز استاد عجیب می نموید زهرا چیکار کرده ایستاده باشد چیکار کنه دیگر بیچاره فکر میکرد که من مردم زهرا کیسته؟ زود به ماشین هاشینه با کالج آموزشی میرویم زود باشه به خانه اشون روم چی نه بابای دیوانش میپرونند مرا دیوانه شده از چی؟ پیش از آنی که بابایش مرا پروند دختری را در آغوش گرفته بودم زهرا دید استاد گویا که خواب از خود به خود گپ میزند بگذار گپ زند بدورش نکن برای درس نخونیم گفته دیگر یگان فکر برای ویران کردن درس هم میکنی زود باشه چی کنم به زهرا همش را میفهمانم انشاءالله مرا میفهم با استاد چی شده باشد چرا سفسطه میگوید دیوانه شده است ممکن دیرکتوری مقصد من معلم ها را آگاه کردن حقیقت است با تو میگویم این کمیسر از اون کره است خیر این شما چی خیلی شپاتی سخت زد مرا اگر یگان نفر دیگر میشد حتما میافتی التماس فهمانید اینجا چی گپ است استاد اکنون درس رو شروع میکنیم چی شد درس رو شروع نکردیم نه استاد شروع کردید استاد بسیار خوب رفته ایستاد از درس استاد درس رو شروع میکنیم یا نه بچه ها شروع کردیم یا نکردیم نه استاد تا شروع نکردیم به این بچه ها چرا نقل میکرده باشم کتابی درسی هم ندارم
امروز راههای به مقدار آدمان راه هست که تو را به خدا نزدیک میکنه. راههای دیگری نزدیک شدید به خدا. بله محترم جماعت، یعنی جوانان عزیز، در زمان راه های رسیدن به خدا. من می‌نویسم سخن‌های استاد را نوشتن در خود. حاضر. بله بچه ها، راه های رسیدن. ایست پلیس گیرد راه. چی گپ است؟ ای برادر، راحت با آخر رسید کالتا کلاس. ایستید جناب پلیس، در نزد بچه های می نایب است، یعنی خطای شده. بسیار گم نزن. شما چیکار میکنید؟ اینجا سینف است. چی ها میگوید دوستاد؟ چی ها میگوید؟ این جنایتکار وزنین است. بره دورا. استادمون رو به کجا میبرین؟ سردی شد رو کجا میبرین؟ تمام بچه ها آرام باشید، به جایتون شیرید. تمام. ای استادم محکم میرویم. این رفتیم چی گپ است؟ استاد احمد چی شد؟ جناب سردار احمد استاد احمد رو به کجا میبرید جناب پلیس؟ دستتان رو گیرید. کسی با او تهمت کرده است. او جنایت نمی کند. بله تهمت کرده است. این کار رو نکنید لطفا. چی گپ است اینجا؟ کلاس از هرچین؟ وای جناب شوکت، یاردمچی این بیشرف هم اینجا بوده است. این رو هم گرید. بچه یت را بگذاریم؟ بستو دست من سر بوده؟ اینجا چی خبر است؟ بچه سر بوده؟ سمبوسون در خوفکا موندگی نسوزه. آشخونه چی رو هم گرفتن؟ استاد احمد پروا نکنید، انیخ چی خطاگی شده؟ استاد بیشرف، فکر کردی به جای احمد چیمشک در اومده مرا فریب میدی؟ من نمیفهمم اگر برات